چرا کولر ماشینتون خوب کار نمیکنه یا زود از کار میافته؟ بیایید دلایلشون رو طبق مقاله رسمی آزمایشگاه‌های انرژی تجدیدپذیر آمریکا بهتون بگم. زمان و نحوه روشن شدن کولر خیلی مهمه. وقتی تو اتوبان هستی دور موتور شما بالای 2500 یا 3000 هستش، توصیه میشه که دکمه AC یا کولر رو نزنید. پدال کلاچ رو بگیرید تا دور موتورتون به 1500 تا کاهش پیدا کنه. بعد دکمه کولر یا AC رو بزنید. این توی ماشین‌های XU7 که مستعد واشر زدن هستن خیلی حیاتیه. یه سری نکات هست که باید بهتون بگم. وقتی ماشینتون زیر آفتابه، شیشه رو بدید پایین و بذارید هوای داغ و گازهای سمی خارج بشن. بعد کولر رو با حداکثر روشن کنید و حتما یادتون باشه که دکمه هوای گردش اتاق رو روشن کنید. این کار باعث میشه که هوای بیرون ورودی به اتاق رو خنک نکنه. این پست رو بفرست برای اون رفیقت که نمیدونه از کولرش چجوری استفاده کنه. بدرود.